وارد وبسایت کنوا میشیم. از قسمت هوم پیج کاستم سایز رو پیدا میکنیم و روش کلیک میکنیم و بعد از این قسمت سایز مد نظرمون رو انتخاب میکنیم. اول باید یونیتس رو انتخاب بکنیم به پیکسل، اینچ، میلیمتر یا سانتی متر و بعد ابعاد مد نظرمون رو توی این دوتا باکس تایپ میکنیم. من 1200 در 1600 پیکسل رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه صفحه برامون باز شد روش کلیک میکنیم. روی بک‌گراند کالر از اینجا کلیک میکنیم و رنگش رو به رنگ دلخواه تغییر میدیم. من این رنگ رو انتخاب میکنم. از سمت چپ روی المنتس کلیک میکنیم. بعد شیپس رو باز میکنیم. مربع رو انتخاب میکنیم. سایزش رو تغییر میدیم. یه مقدار میچرخونیمش. رنگش رو تغییر میدیم به مشکی. روی استروک استایل کلیک میکنیم. این استایل رو انتخاب میکنیم. یه مقدار استروک ویت رو افزایش میدیم و رنگ استروک رو تغییر میدیم به سفید. این استروک کالر روش کلیک میکنیم و بعد به سفید تغییرش میدیم. من استروک ویت رو میذارم روی 16. بعد اینو دوپلیکیتش میکنیم. این یک رو یه مقدار میچرخونیم، دوباره دوپلیکیتش میکنیم. به تعداد دلخواه دوپلیکیت میکنیم و میچینیمش توی صفحه. میتونیم اندازه هاشون هم یه مقدار تغییر بدیم. بعضیاشون رو کوتاه‌تر، بعضیاشون رو بلندتر در نظر بگیریم. بعد از اینکه دیزاینمون تموم شد از سمت چپ روی اپس کلیک میکنیم و توی این قسمت شیپ کات اوت رو سرچ میکنیم. این اپ شیپ کات اوت بازش میکنیم. روی اکسپورت دیزاین کلیک میکنیم. بعد روی اکسپورت کلیک میکنیم. اگر فقط یه دونه پیج اینجا باز دارین این آپشن پیج رو بهمون نشون نمیده. مستقیم روی اکسپورت کلیک میکنیم. ولی من چون چند تا پیج دیگه هم دارم که بازن این آپشن رو اینجا بهم نشون میده. بعد از انتخاب پیج روی اکسپورت کلیک میکنیم. بعد روی قسمت های مشکی رنگ کلیک میکنیم. روشون که کلیک میکنیم رنگشون به صورتی تغییر میکنه. روی اد پیج کلیک میکنیم که یه پیج جدید باز بشه. بعد روی کات اوت اند اد تو دیزاین کلیک میکنیم. جاشو تو صفحه تنظیم میکنیم. بعد تصویرمون رو اضافه میکنیم به این صفحه. اگر تصویر خاصی دارین که میخواین اونو به کنوا آپلود کنین و ازش استفاده کنین از سمت چپ روی آپلودز کلیک بکنید. روی آپلود فایلز کلیک بکنید. فایلتون که همون تصویرتون انتخاب بکنین و آپلودش بکنین به کنوا. بعد تصویرتون رو بندازین داخل این صفحه. اندازش رو تنظیم بکنید. روی پوزیشن کلیک میکنیم. روی لیرز کلیک میکنیم. این تصویر رو میگیریم میذاریم لایه دوم. میتونیم روی تصویر اینجا کلیک بکنیم و از این قسمت جاشو تنظیم بکنیم. من یه مقدار اندازه تصویرم رو افزایش میدم و بعد جاشو تنظیم میکنم. و به این ترتیب دیزاینمون آماده میشه. برای دانلود دیزاینمون روی شیر کلیک میکنیم. روی دانلود کلیک میکنیم. به صورت PNG دانلودش میکنیم. از اینجا پیج مد نظرمون که پیج 2 هست رو انتخاب میکنیم. روی دان کلیک میکنیم و بعد روی دانلود کلیک میکنیم و دیزاینمون دانلود میشه. اگر ویدیوها براتون مفیده خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از کانالم حمایت کنید. حمایتتون باعث دلگرمیه. ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودین.